این کرواسان ترد و خوشمزه بدون فراهمزن درست شده. خیلی هم خوشمزه است. بیرونش ترد و داخلش مثل پنبه نرمه. لایکشو بزن که بریم با هم درستش کنیم. همه مواد رو بریزید داخل کاسه و مخلوط کنید. آردم روی مواد الک بکنید و خمیر رو ورز بدید تا جمع بشه. احتیاجی هم نیستش خمیر رو خیلی ورز بدید. تا زمانی که یه خمیر نرم و لطیف داشته باشید ورز بدید. بعد روش رو بپوشونید و 1 ساعت تو محیط آشپزخونه استراحت بدید. بعد از استراحت هوای اضافیشو بگیرید، خمیر رو چونه کنید، سطح کارتون رو آرد پاشی کنید و بعد خمیر رو به شکل یه مستطیل بزرگ باز کنید، با کاتر روش برش بدید و مثل کرواسان رول کنید. کاغذ روغنی هم با قیچی برش بدید و هر کرواسان رو بذارید روی کاغذ روغنیای کوچولو، روش رو بپوشونید و دوباره استراحت بدید. بعد هر دو طرفش رو توی روغن داغ سرخ کنید. حتما امتحانش کن که خیلی خوشمزه است.